به نام خدا. سلام دوستان، علی کنشلو هستم. توی این ویدیو میخوام درباره شماره گذاری سیم ها به صورت منوال و اتومات صحبت کنم و نکاتی رو خدمتون عرض کنم. من نرم افزار رو باز کنم و یه سری چیزهایی که اضافه کردم رو به صورت دستی قبلش پاک کنم و کار رو شروع کنم. ببینید دوستان، من یه مدار ساده رو ترسیم کردم که بتونیم نکات مربوط به کانکشن ها، سیمبل های مربوط به کانکشن ها، تنظیمات مربوط به کانکشن ها رو روی این مدار ساده انجام بدیم و درباره اون صحبت کنیم. ببینید بچه ها، اگه ما بخوایم بر روی این مدار شماره سیمبل کانکشن رو وارد بکنیم، تو چه قسمت هایی ما باید شماره گذاری ها و سیمبل ها رو وارد کنیم و تنظیمات رو اعمال کنیم. ببینید اگه به صورت کلی بگیم، جایی که من تنظیمات رو وارد میکنم یکی اینجا هست، یکی اینجا هست، اینجا، اینجا، اینجا و این قسمت. و چون توی این قسمت ما ترمینال هم داریم، اینجا هم وارد میکنیم. حالا باز بستگی داره که سلیقه شما به چه صورت باشه. میتونید جاهای دیگه هم اضافه کنید، یا اینکه مشتری از شما میخواد به عنوان مثال اینجا هم وارد کنید. حالا اینکه چه کاری اصولی تر هستش اینه که شما تا جایی که میتونید توی نقشتون باید سعی کنید که از شلوغ شدن مدار جلوگیری کنید تا جایی که میشه. پس حالا کلیت اگه من بخوام یه کاری انجام بدم، میام توی این قسمت ها فقط شماره ها رو وارد میکنم. خب اینجا یه دونه کافیه. چرا؟ چون اگه من هر شماره اینجا بذارم، اگه بذارم شماره 10، تمام این لاین ها شمارهشون میشه 10 و کسی که داره تابلو رو مونتاژ میکنه به هر حال یه آدم تکنیکال هستش، تکنیسیان هستش و میدونه، یعنی نقشه خوانی اولیه رو بلده و خودش متوجه میشه. و خب توی قانون هم هستش same potential میشه same name، یعنی چون من اینجا پتانسیالم یکی هستش برای تمام این خطوط، پس تمام این خطوط شماره یکی میگیرم. اگه من اینجا باز هم لاین های دیگه ای داشتم، تمام این لاین ها هم شمارش 10 میشد. اینجا هم همینطور. اینجا الان من 0 ولت DC دارم، پس تمام این خطوط همهشون میشن 0 ولت DC. اینا هم که خب حالا شماره جدید میگیرم. فعلا من اینجا رو پاک کنم، یه ذره جلوتر بریم، چند تا نکته خدمت رو عرض کنم. ببینید بچه ها، من الان میام اینجا توی قسمت پنجره اینزرت و سیمبل کانکشن رو اینجا به صورت دستی فراخوانی میکنم. کانکشن دفینیشن پوینت اینجا میتونم وارد کنم، میتونم یه دونه اینجا وارد کنم، دقیقا روبروی این خط یه دونه اینجا میذارم. الان دارم تمام این تنظیمات رو به صورت دستی انجام. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه هم اینجا. ببخشید من این قلم رو بذارم اینجا. خب من اینو بیارم اینجا، قلم رو بیارم
ببینید بچه ها، اگه بخوایم شماره گذاری کنیم بستگی داره که من با چه استانداردی میخوام کار کنم. مثلا میخوام با استاندارد IEC نقشمو بکشم، با استاندارد NFPA میخوام نقشمو بکشم، یا یه استاندارد درون سازمانی ساختیم برای اینکه کمپانی ما از این استاندارد استفاده کنه. عملا میشه یه استاندارد کاستومایز شده. اگه IEC باشه، استانداردی که شما کار میکنین IEC باشه، استاندارد اگه اشتباه نکنم 62491 درباره این شماره گذاری ها صحبت کرد. اگه NFPA باشه میشه NFPA 72 کاستومایز شدم که حالا الان درباره‌اش صحبت کنم. حالا این استانداردها بیشتر درباره این صحبت کرده که شما باید تو چه شرایطی از چه روش‌هایی استفاده کنید. یعنی خیلی نیومده به شما میگه که اینجا باید این اسم رو بذاری. شاید چند تا اگزمپل هم آورده باشه براتون، ولی بیشتر به کلیات، بیشتر به تعاریف اختصاص داده این استانداردها. ببینید بچه ها، اگه مثلا من میخوام اینجا شماره گذاری کنم، چند مدل شماره گذاری رو برای این کانکشن ها بهتون بگم. مثلا میتونم بگم که من شماره گذاری هم اینجوریه که اولی رو بر حسب پیج میذارم، بعد میگم مثلا یه دونه سپریتور بذار، بعد کانت کن. فرض کنید پیج من صفحه 2، بعد سپریتور میتونم اسلش بذارم، میتونم پوینت بذارم، بعد میتونم کانتر بذارم. حالا این کانتر من میتونه تک دیجیت باشه، میتونه 2 دیجیت باشه، یعنی از 00 شروع کنه، بعدی بشه 01، بعدی 02، بعدی 03. اگه بخوام برای این اساس شماره گذاری کنم، مثلا برای اینجا میشه مثلا پیج 2 سپریتور 00 کانت دیگه دارم کانت میدارم، بعدی میشه 201 202 203 204 و اینجا چی؟ 0 ولت DC. تمام این خط باید 0 ولت DC بشه، چون از یک پتانسیال انشاب گرفته شده. یه مدل دیگه مثلا توی NFPA چجوری شماره گذاری میشه. من این استانداردها رو بگم بچه ها، ما استانداردهای بیشماری داریم، ولی کلا خود کمپانی ایپلن به 2 روش نقشه ها رو جلو میبره، یکی IEC، یکی NFPA. حالا IEC و NFPA برای کشیدن نقشه ها میتونه باز رجوع کنه به استانداردهای مختلف. مثلا NFPA یه کلیتی رو توضیح داده، ولی از چه استانداردی انشاب میگیره. حالا الان توضیح بدم منظورم چیه. مثلا من NFPA دارم کار میکنم برای آمریکا یا کانادا، برای استرالیا. ببینید اگه من برای آمریکا بخوام کار کنم، اصول نقشه کشی من NFPA، ولی چون دارم برای کشور کانادا نقشه رو میکشم، یا باید NEC کار کنم یا CSA. این کانادا، این آمریکا. یا NEC کار کنم یا UL. کانادایی یا CSA کار کنید یا CS. UL 805 کار میکنی، استانداردهای داخل تاپ. 805A کار میکنی. همینجوری میتونم الان به ترتیب استانداردهای مختلف رو
براتون مثال بزنم که من دارم نقشمو بر اساس NFPA و رجوع میکنم به این استانداردها میکشم. یعنی چی؟ یعنی با NFPA دارم میکشم. NFPA اومده میگه که حتما شما باید ردیفی نقشه ها رو بکشید، مثل چیزی که من کشیدم، ولی توی IEC میگه باید ستونی نقشتون رو بکشید. ولی توی NEC میگه اگه میخوای این سیرکوت بریکر تو محاسبش انجام بدی باید بر این اساس کار رو جلو ببری. توی UL مثلا میگه اگه میخوای با NFPA و بر اساس UL نقشه رو بکشی، UL میگه محاسبه این سیرکوت بریکر باید بر این اساس بشه. IEC هم همینطوره. ما IEC های مختلف داریم. حالا IEC 1001 استاندارد داره که تو هر استاندارد درباره یک سری موضوعات توضیح میده. تو یه استاندارد اومده درباره شماره گذاری ها صحبت کرده، تو یکیش درباره محاسبات صحبت کرده، تو یکیش اومده درباره مثلا ترانس ها صحبت کرده. همینجوری. خب این توضیح کلی رو فعلا داشته باشیم. اینقدر نکته زیاد هستش، من هر چیزی رو بخوام توضیح بدم باید هی کنارش یه سری نکات رو خدمتتون عرض کنم. خب حالا من اینجا رو بذارید من یه چیز دیگر هم اینجا بگم. حالا مثلا من توی NFPA میخوام اینجا شماره گذاری کنم، میام یه قانون دیگه میذارم. این برای مثلا حالت IEC بود، یا میتونم کاستومایز شده هم اسمشو بذارم. حالا میخوام NFPA بذارم، میگه چیکار کن؟ میگه بیا اول مثلا باز پیج رو بیار، بعد از پیج بیا ردیف رو بیار، ردیف که این نمیشه، اینو ستاره کنم، ردیف رو بیار، بعدش بیا کانت بذار. کانت هم مثلا تک دیجیت میکنم. حالا چه اسمی باید بذارم؟ این میشه صفحه، این دفعه صفحه من 302، صفحه 302، بعد ردیف چند؟ ردیف 10، اولین کانتم 0، بعدی میشه 302 10 1، 302 10 2، 302 10 3، 302 10 4 و در آخر بازم 0 ولت DC. تمام این خطا باید بشه 0 ولت DC. خب حالا من باز اینجا رو پاک کنم. اولین شماره گذاری منوال رو بهتون نشون بدم. ببینید بچه، زمانی که شما کانکشن رو میارین، برای بچه‌هایی که تازه کانکشن رو وارد میکنن، اولین بار میخوان این سیمبل رو بیارن توی صفحه، هر جا که اینو بزنن یه صفحه تنظیمات باز میشه. اینجا یه اسمی شما وارد میکنید، اون نیست چیه، و وقتی اینتر رو انتخاب میکنی، برای بچه‌ای که بار اول این کار رو میکنن، این سیمبل رو نمایش نمیده. برای اینکه بخواین سیمبل رو بیارین، همینجا که اینتر رو زدین یه بک اسپیس میزنین. نگاه کنین، یه بار دیگه من این کار کنم، اینجا اینو میارم، درسته، اینتر بک اسپیس. تو حالت دیفالت این سیمبولی که حالا عملا چیزی نیستش انتخاب شده. شما وقتی بک اسپیس رو زدین، بیاین گزینه CDP رو انتخاب کنید، اوکی رو بزنید و این سیمبل دیگه از اینجا به بعد، این سیمبل که اینجا نمایش داده میشه، هر زمان هم دیگه کانکشن وارد کنید باز این سیمبل رو نشون میده. که من اینجا الان بخوام شمارم رو بذارم، میشه 302 0
صفر بود، یکم بود، این باید بشه 2 دیگه. اینجوری باید بشه 302 2 0. ببخشید اینو من اشتباه داشتم، باید میشد 302 10 2، چون 10 هم میشد این ردیف دیگه. اینو من پاکش کنم که اشتباه نشه. اینجا 302 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 و 0 200. یه بار این کار رو ما انجام بدیم. من اینا رو دستی آوردم دیگه. اینا رو من اول پاک کنم، چون در مورد دستی صحبت کردیم دیگه. شما میتونید برید توی تنظیمات و یه شماره بذارید. ببین اگه من کل مدار رو با کلید میانبر کنترل A انتخاب کنم، بیام توی کانکشن و گزینه پلیس دفینیشن پوینت رو بذارم، میاد چیکار میکنه؟ تمام جاهایی که حالا به صورت دیفالت میاد تمام جاهایی که نیاز هست و سیمبل کانکشن رو وارد میکنه روی مدار. میزنم این رو اوکی میزنم. اینو من برای یه پروژه این مدل رو طراحی کردم. حالا بعضی جا نیاز میشه یه ذره تغییرات بدید، کاستومر از شما میخواد که شکل رو عوض کنید. اینجا من اینو میارم، دفعه اول به صورت اتومات نرم افزار میاد جایی که نیاز هست رو براتون سیمبل ها رو وارد میکنه. حالا هر چقدر بیاد اینجا مثلا میاد توی این قسمت الان 1 2 3 4 5، در صورت که این 5 تا باید اسمش یکی باشه دیگه. چرا؟ چون همش از این پتانسیال اومده. وقتی پتانسیالتون یکی باشه اسم هم باید یکی باشه دیگه. اینجا باید تمام این اسم ها که اینجا به صورت علامت سوال نشون داده شده همه باید یکی باشه. حالا شما میخواید 10 تا دیگه وارد کنید، میخواید کلا یه دونه فقط اینجا بذارید، فرقی نداره. میتونید شکل ظاهری رو عوض کنید، ولی حتما باید از قانون تبعیت کنید. تو مرحله بعدی دوباره کنترل A رو میزنم. دفعه اول اومدیم پلیس دفینیشن پوینت زدیم، دفعه دوم اینتر دزیگنیشن رو میزنیم. اینجا من اینتر دزیگنیشن رو میزنم، یه بارم اوکی بزنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب چند تا چیز با هم اینجا تحلیل میکنیم. یه سری اشتباهات الان اینجا هست، اونا رو هم مشاهده میکنیم، بعد یه ذره میریم جلو این رو اصلاحش میکنیم. ببین توی قسمت اول من این رو جابجا کنم. اگه خواستیم این جابجا کنیم با کلید میانبر کنترل B میتونید این رو جابجا کنید. ببین اینجا زده 302 10 0. مگه من نگفتم صفحه بعد دو رقم بعدی ردیف بعد کانت؟ ردیف من که الان 02 هست، چرا ردیف 10 رو آورده؟ به خاطر اینی که این کانکشن از اینجا داره ردیف رو میخونه. یعنی میاد نگاه میکنه میبینی که این کانکشن دقیقاً از کدوم دیوایس اومده، ردیف اون دیوایس رو میزنه. من صفحه 302 هستم و ردیف این دیوایسی که کانکشن من از اونجا اومده ردیف 10 و صفر آخرم که اولین شماره‌ای که داره میذاره. چه اینو اگه میآوردم اینجا، چه اگه میآوردم بالای صفحه باز همین شماره بود. چون سیم من از این کانکشن اومده. چرا اینجا شده 2؟ به خاطر اینکه این میاد این کانت آخر یعنی 0 بعدی باید 1 بشه دیگه، بر اساس ردیف کانت میکنه. یعنی چی؟ میاد میگه که الان توی این ردیف برم نگاه کنم ببینم شماره دیگه هست، میبینه آره. پس میگه که این 302 ردیف، نگاه کنید باز 10. چرا؟ چون از این کانکشن اولین کانکشن داره خارج میشه. 302 10. حالا دیگه بخواد کانت بذاره اینجا یه دونه 0 داشته، این یکی 1 میشه. بعد این 2 نگاه کنید تمام اینا همشون اسمشون یکی هست. بعد 3 اینجا دیگه چیزی نداریم چون این 3 تا هم یکی هست، یه پتانسیال داره. بعدی ردیف 21 کانت هم تا 3 اومده بعدی میشه 4. بعدی صفحه 302 ردیف 18 و کانت هم میشه 5. ولی این درست نیستش. چرا درست نی؟ به خاطر اینی که شما اینجا باید تمام شماره سیماتون بشه 0 ولت دی سی.
این کانتم باز دست شماست. من الان گفتم کانتم بر اساس ردیف باشه، شما میتونید کانت رو بر اساس ستون بذارید. حالا من اینجا 2 تا ستون دارم، ستون اولم اینقدر، اینم ستون دوم. تو آیسی شما 9 تا 10 تا ستون دارید، ردیف ندارید، میتونید ردیف اضافه کنید چون طراحی نقشه ها بر اساس ردیف. ببخشید، تو آیسی طراحی نقشه ها بر اساس ستون. حالا یه ذره من برمیگردم یه کار دیگه انجام بدیم. گفتم که شماره گذاری اتومات من باید انجام بشه بجز این قسمت دیگه. اینا 0 ولت دی سی هستن دیگه، نباید شماره اتوماتیک مثل الگوریتم این قسمت هست روی اینم تاثیر بذاره. یه کاری میتونید بکنید، میتونید بیاین این ستا رو انتخاب کنید، برید تو تنظیمات، کلیک راست برید تو پراپرتیز و اینجا گزینه منوال ست رو پیدا کنید. اگه نبود بیاین اینجا از قسمت نیو انتخابش کنید، اوکی بزنید، وارد میشه. اگر هم وارد شد دیگه تو اون لیست نمیتونید ببینیدش چون اینجا اضافه شده. اینجا این تیک رو بزنید، اوکی کنید. حالا کنترل ای که کل مدار انتخاب بشه، این سری دوباره میام اینتر رو میزنم. توی این قسمت اووررایت خیلی مهمه. اگه من بگم اووررایت من یعنی این تنظیماتی که دارم انجام میدم روی همه چی باشه، چه منوال ست هایی که حالا تیکش زده شده، چه اونایی که تیکش نزدیم، همش اووررایت میشه. ولی اگر بیام اینجا except for manual set رو بزنم، میگه این فرمول روی همه کانکشن ها اعمال بشه بجز کانکشن هایی که تیک منوال ست انتخاب شده. اوکی میکنم. این دفعه ببینیم چه اتفاقی میفته. تعداد این ردیف ها این دفعه کمتر شد، به خاطر که دیگه این قسمت رو اصلا جزء این شماره گذاری ها نیورد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ 10 0 10 1. قبلا 10 1 این بود، این 10 2 بود. الان اصلا این ستا شماره گذاری نکردم. حالا شما میتونید به این چیکار کنید؟ به این ستا رو انتخاب کنید، توی کانکشن ها بریم بگیم آقا کانکشن هم هر ستاش باشه 0 ولت دی سی. اینم یه مدل دیگه بالاخره. ولی خب ببینید بچه الان یه صفحه هستش. اگه من بخوام تو صفحات دیگه هم از این پتانسیال استفاده بکنم روش خوبیه، ولی یه ذره زمان بر میشه دیگه. من باید بیام همه اینا رو انتخاب کنم، تو صفحات مختلف هم اینا رو انتخاب کنم، یکی یکی برای اینا 0 ولت دی سی رو وارد کنم. حالا این قسمت همه اتوماتیک کار جلو رفت، ولی خب اونور نشد دیگه. بریم جلوتر، یه سری تنظیمات حرفه‌ای‌تر رو بهتون یاد بدم که باز کارتون از نظر زمانی سریعتر بشه و اینکه اشتباهات هم کاهش پیدا میکنه دیگه. شاید تو یه صفحه شما این 0 ولت اصلا اشتباه تایپی داشته باشین، 0 ولت فاصله بدین بعد دی سی بشه 0 ولت به جاش مثلا چه میدونم 0 ولت دی سی اینجا نوشته اونجا ای سی بزنید. بهترین حالتش اینه که اشتباه تایپی داشته باشید. من یه کاری بکنم که با سرعت بالا با کمترین اشتباهات و به صورت تا جایی که میشه کاملا اتوماتیک خیلی از کارها انجام میشه. اگه بخوام شماره گذاری که اینجا دارم رو بگم آقا کانکشن ها رو پاک نکن ولی شماره ها رو پاک کن، میتونم بیام اینجا کنترل A رو بزنم، این سری از این قسمت delete designations رو بزنم و این شماره ها پاک بشه. این ستا هم که منوال وارد کرده بودم یا این ستا رو هم پاک. ببخش من گفتم شماره ها پاک شه، منظورم این بود که کانکشن ها پاک شه.
اینا رو هم پاک کنیم. فقط این ستا رو انتخاب کنم. این جلوتر این سری کنترل A رو میزنم، میام توی این قسمت. بچه اینجا شما میتونید برین توی این قسمت. قبلش من باید پلیسمنت رو بزنم، پلیس رو انتخاب کنم که کانکشن ها وارد شه. بریم توی پلیس داره درباره تنظیمات صحبت کنیم. در حال حاضر بچه ها من نرم افزارم ورژنش 23 و 24 هستش. حالا چرا اینو میگم؟ قبلش من توضیح بدم. ببینید الان من 4 تا ورژن مختلف رو دارم. 24 پرو پنل، 23 P8 و 23 پرو. این 4 تا ورژن رو دارم. حالا بچه‌ای که توی ایران دارن با نرم افزار ایپلن کار میکنن بیشتر بچه‌ها با ورژن 22 دارن کار میکنن که باگ کمتری داره. یه سری تنظیمات، یه سری حالا آپدیت ها روی 23 اعمال شده، یه سری آپدیت ها روی 24 اعمال شده که باهاشون که کار میکنیم متوجه میشیم که چه تفاوتایی دارن. یکی از اون تفاوت ها خودش رو توی این تنظیمات کانکشن ها نشون میده. من یه دونه عکس دارم، بذارید بازش کنم بهتون نشون بدم. مربوط به این قسمتی هستش که ما کار میکنیم. برم داشتمش. کجا داشتمش؟ مثلا اشتباه اینجا. این بچه این تصویر رو نگاه کنید. مثلا این الان برای ورژن 22 تو ورژن 22 نگاه کنید 23 اومده این قسمت رو اینجا اضافه کرد. 22 این قسمت رو نداره. حالا من میگم الان چه تفاوتی داره این قسمت هایی که اضافه شده. 24 باز یه چیزی توی تنظیمات مربوط به کانکشن هاب داره که 23 و 22 نداره. اینو بیارم. خیلی مهم نی، یعنی تو 23 هم تمام، 22 هم این کارا رو میتونی انجام بدی. یه ذره سخت‌تره دیگه. یه کوچولو شاید یه جایی نتونید یه سری کارا رو انجام بدید. ببینید برای اینکه من بخوام یه سری تنظیمات رو انجام بدم، میام توی این قسمت تری دات ستینگ رو میزنم. این الان ورژن 22 اگه داشته باشین اینو ندارید که الان توضیح میدم چه داستانی هست. من میتونم اینجا بچه‌ها یه سری از این گزینه ها رو انتخاب کنم که تو شماره گذاری ها خودش نشون میده که نرم افزار متوجه میشه که اینجا این شماره گذاری رو اعمال کنه یا نکنه. مثلا اینجا پتانسیال تایپ، من میگم رو پتانسیال تایپ هایی که من انتخاب کردم مثلا L باشه اینو برمیدارم، تمام پتانسیال تایپ ها رو شماره گذاری ها رو اعمال کن به جز اونایی که تایپشون L یا L و 0. مثلا L و N جفتشون میگم اعمال نکن. توی سیستم هر جایی که تایپ فاز و 0 باشه شماره گذاری نمیشه. اینجا به صورت دیفالت بذارید شماره این تنظیمات بمونه. فقط توی این قسمت فکر کنم تو قسمت اولیه فقط کانکشن های جنرال هستش. حتما این گزینه کنداکتور و کیبل رو هم تیکش رو بزنید. میام توی صفحه دوم. باز این صفحه دومه یه ذره مثلا مهمه که من اینا رو توضیح بدم. خدمتتون قلم هم بیارم، قلم همه کار میکنه. بخشید اینجا
بچه اولا که این قسمت برای انتخاب کردن این شکل صندلی چه عقب، خب گرافیک اینجا وریانت رو میتونید تغییر بدین که حالا اینجا واسه یه سیمبل کانکشن وریانت تغییر پیدا نمیکنه. مثلا اگه وریانت داشت میتونست اینجوری باشه که کلا ما واسه یه سیمبل کانکشن یه وریانت یه جهت بیشتر نداشت. این 4 تا گزینه مهمه. با این گزینه ما گزینه‌های مختلفی داریم. یکی اینکه اینجا مثلا اگه بخوام شماره گذاری کنم چه اتفاقی میفته. مثلا اگه اینجا من یه کانکشن داشته باشم، اینجا یه کانکشن باشه، مثلا 3 تا چراغ اینجا داشته باشیم، اگه روی این گزینه بذارم این میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اون جایی که تی دارم، اون جایی که از انگل استفاده شده، اون جایی که تی نوت دارم، اینا همه رو یه استپ جدا ببین، یه دونه سیمبل کانکشن براش انتخاب کن. توی قسمت بعدی وانس میگه مثلا وانس رو بذارید اینجوری نشون بدم. وانس یه ذره خلوت‌تر شماره گذاری میکنه. مثلا اگه یه همچین چیزی داشته باشم، مثلا 2 تا اینجا رله دارم، میاد فقط اینجا یه دونه کانکشن میذاره، اینجا یه دونه میذاره. ولی اگه رو اولیه بود میومد هر قسمتی که دوباره یه انگل خورده بود رو یه دونه استپ جدا میدیده، اینا رو اضافه میکرد. پس توی وانس اینجا شماره گذاری نمیشه. این وانس پر پیج داستانش یه چیزی شبیه به اینه. منتها بچه ها ببینید ما یه جایی میریم یه سری تنظیمات رو اعمال میکنیم، یه جاهای دیگه میتونیم فیلترهایی رو برای اون تنظیمی که از یک محیط دیگه تیکش رو زدیم اون فیلتر رو تعریف کنیم، اون تنظیم رو فراخوانی کنیم. یا اینجا ما میتونیم یه فرمولی اضافه بکنیم، جای دیگه فرمولی که اینجا اضافه کردیم رو فراخوانی کنیم. بریم جلوتر من بهتون میگم دقیقا چه اتفاقی میفته. بعضی چیزها یه ذره گنگه دیگه، البته خیلی این استفاده خاصی نداره، ولی من یه سری مثال ها رو جلو میزنم کامل دستتون بیاد که چه خبره. یه دونه این گزینه هست که این هم توضیح داره add beginning و end. مثلا اگه من یه مدار داشته باشم به این صورت، میگه من هم ابتدا هم انتها سیمبل رو میذارم. تو واقعیت اینه دیگه، تو واقعیت چه اتفاقی میفته؟ شما یه سیم داشته باشین، لیبل سیم رو هم ابتدای سیم میزنید هم انتهای سیم، ولی توی نرم افزار فقط میگید یه دونه شماره سیم بذارم. کسی که تکنسیانه، کسی که نقشه خوانی بلده میفهمه که این یعنی همین اتفاق دقیقا تو واقعیت میفته. ولی حالا باز بنا به شرایط شاید کاستومر بخواد که کارفرما بخواد که شما توی نقشه هم این کار رو انجام بدید. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینم که خودش توضیح داده دیگه، نوشته الاین پلیسمنت میکنه. یعنی چی؟ مثلا اگه یه همچین چیزی داشته باشین اینجوری نی، مثلا اینه اینجا شماره بزنم اینه اینجا، این میاد میگه چون تیک الاین رو زدین همه اینا توی یه ستون قرار میگیرن که میتونید این کار رو هم انجام بدید. مثلا شما بیاین برای اینکه خیلی راحت‌تر بفهمین یه مدار ساده طراحی کنین، یه چیزی شبیه این باشه. من خیلی دارم NFT میشه. شما یه همچین چیزی طراحی کنین، 2 تا مثلا فیوز دارین، یه فیوز مین هم اینجا دارین، که ببینید این چجوری شما رو گذاری میکنه.
چند بار این تنظیمات رو انجام بدین، عقب جلو کنید تا این کاملا دستتون بیاد. این هم تا اینجا. من اینو پاک کنم، بریم توی صفحه مهممون. من اینو بگم اینجا میتونید تمام تنظیماتی که انجام دادید، سایز تکس و غیره و بولد باشه نباشه، همه اینا رو هم اضافه کنید که این خیلی دیگه چیز مهمی نیست. اینجا کار اصلی ما اینجاست. بچه حالا این دیگه میشه فکر کنم اوج حرفه‌ای بودنش که نرم افزار میگه که چه چیزایی رو میتونید اینجا اضافه کنید. ببین بچه اینجا من میتونم بیام چند تا گروه کانکشنی مختلف اینجا فرمولش رو تعریف کنم. 10 تا گروه تعریف کنم بگم چه اتفاقی بیفته. منتها این پرایوریتی داره، یعنی حواستون باشه اگر به عنوان مثال این جنرال رو بیارم بالا، اینجا اگه شماره این تعریف کنه دیگه، چون جنرال میشه اون اصلیه که همه چیز رو شامل میشه، دیگه هر چیزی زیرش بیارین هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنه. میخوام مثالم بزنم، مثلا بریم جلوتر که من مثالش رو بزنم براتون. خب همینجا یه توضیح بدم. ببین مثلا یه خط دارم اینجا، چند تا سیگنال دارم، اینا مثلا سیگنال های 24، این هم یه پتانسیال این 0 ولت دی سی من هستش، نشانه دی نوشتم. مثلا من میتونم بیام اینجا از سیمبل کانکشن استفاده کنم، از سیمبل نت استفاده کنم، از سیمبل پتانسیال استفاده کنم. سیمبولاش همه شبیه همه، حالا یکیش یه دونه اینجوری هم داره واسه نت. مثلا من بیام روی نت بذارم 0 ولت خالی، رو پتانسیال بذارم 0 ولت دی، روی جنرال بذارم یا اون کانکشن بذارم 0 ولت دی سی. 3 تا شماره گذاشتم. خب این کدوم این شماره روی نقشه نمایش داده میشه؟ اینا اولویت داره. کلید F1 رو بزنین، حالا میگم کجا بزنین، قشنگ نشون میده که اولویت به چه صورته. ولی اولویت همیشه با اون جنرال کانکشن هست، یعنی اگه همچین کاری کنید این رو نمایش میده. من یه سری تعاریف اینجا اضافه کردم که جلوتر باز در موردش صحبت کنیم. اگه یادتون باشه یه جا اومدیم درباره این انشا به 0 ولت صحبت کردیم که گفتیم اینجا من میتونم تیک منوال ست رو بزنم و بعدش به صورت دستی این شماره رو اضافه کنم. خب این احتمال داره تو صفحات مختلف هم باز این ادامه داشته باشه دیگه. اگه یه اینتراپشن پوینت بذاریم میتونم من اینو تو صفحات مختلف ببرم. خب به خاطر اینکه بخوام این کار رو به صورت دستی انجام ندم، میام یه تعریف دیگه اینجا انجام میدم. ببینید اینجاست که من میگم شما میتونید یه سری جاهای دیگه تنظیماتی رو اعمال کنید، بیاین تو محیط‌های دیگه از اون تنظیمات استفاده کنید، یا اینجا یه کاری انجام بدید تو محیط‌های دیگه این تنظیم رو فراخوانی کنید. چه کار میکنیم؟ اول من نشون بدم اینجا چه اتفاقی افتاده. این دو سه تا فعلا مهم نیست، این رو در نظر داشته باشیم. جنرال یعنی تمام کانکشن هایی که نرم افزار آورده تو گروه جنرال هست و دو تا تعریف براش انجام دادم. میگم شماره گذاری من برای جنرال ها ردیف و کانت باشه. چیز ساده ایه دیگه، نمیبندم. صفحه من بزرگ، من تو مانیتورهای مختلف چون کار میکنم هی کوچیک بزرگ میکنم، اینا کم و زیاد میشه. خب اول اون فعلا با این تنظیمات دیگه کاری نداشته باشیم. من تکلیف اون 0 ولت رو روشن کنم. ببندیم. میگم
یه دونه کلی یه پلیس بذار. پلیس هم که توضیح دادم که از کجا میتونید پلیس دفینیشن پوینتس رو کم و زیادش کنید. حالا اینجا رو میخوام یه روش جدید استفاده کنم. توی قسمت اینزرت ببین بچه ها، اینجا خب کار مختلف میشه کرد. پتانسیال داریم، فیز و باسبار داریم، نتس داریم. هر کدوم اینا یه جورایی مربوط میشه به همون شماره گذاری ها، شماره گذاری کانکشن ها. تا هر کدوم یه ویژگی خاصی داره. مثلا این داستان نت بیشتر خودش رو توی قسمت تریدی نشون میده، برای اینکه بگیم مثلا تمام قسمت هایی که 0 ولت دی سی بهش وصل میشه، برای اینکه من یه منبع یه دونه سیم رو میارم تو تابلو نشون بدم این به ترتیب تو کدوم اینا بره. حالا جلوتر نشون میدم چجوری این سیم تو هر کدوم این سیگنال های 0 ولت بره که خیلی سیم زیادی استفاده نکرده باشم، کمترین متراژ رو برای این سیم استفاده کنم. پتانسیال که خب مشخصه، شما مثلا میخواین 3 فاز رو وارد کنیم، میایم 3 تا پتانسیال میذاریم L1 L2 L3. خب مشخص میشه. این گزینه مهمیه، خیلی بچه ها اطلاعاتی دربارش ندارن و میتونه کمک کنه. این میتونه برای این پتانسیال هایی که اسم مشابه داره همه جا استفاده بشه. مثل این قسمت که 0 ولت دی سی باید برای تمام لاین هایی که از این پتانسیال انشاب گرفته شده استفاده بشه. من روش میزنم، یه اسم انتخاب میکنم، مثلا 0 ولت دی سی، 0 ولت 0 ولت دی سی. چیزی که مهمه بچه ها، حتما حواستون باشه این گروپ رو بیارین. توی این گروپه همین رو بذارید 0 ولت دی سی. بعد اوکی کنین، کنسل. حالا این دفعه چیکار میکنم؟ کل این رو انتخاب میکنم، میرم تو همون شماره گذاری ها، این دوتا رو اصلا پاک میکنم. حالا میام یه تعریف جدید اینجا اضافه میکنم، میگم که 0 ولت دی سی جنسش چی بود؟ رفتم از کجا آوردمش؟ از قسمت پتانسیال آوردمش. پس باید دیتا پتانسیال رو انتخاب کنم. پتانسیال دفینیشن پوینت رو آوردم. حالا میگه اطلاعات اون پتانسیال رو من میخوام اینجا براش تعریف انتخاب کنم. اینو میزنم، میارم اینور، میگم نامی که برای اون پتانسیال استفاده کردم رو میخوام، name of potential. اوکی اوکی. و اگه اینجا اوکی کنم، یه اشتباهی کردم. اشتباهی چی بودش؟ اینو پاکش کنم تا بگم اشتباهی چی بود. اینو میزنم، گروه من به چه صورت هست؟ من یه دونه گروپ مگه برای این دیتا تعریف نکردم؟ گروپ اسمش چی بود؟ 0 ولت دی سی. بعد اون گروپ رو انتخاب کنم. حتما حواستون به اون باشه اکستند رو حتما بذاریم روی حالت سیگنال، چون یه سیگنالیه که از گروپ کانکشنی 0 ولت دی سی که اونجا تعریف کردم داره میاد. دیتا پتانسیال رو میزنم این دفعه. حالا دیگه اسم رو میارم، نیم رو میزنم، name of potential. اوکی میکنم، اوکی رو میزنم، اوکی اوکی. و ببینید چه اتفاقی میفته. اعمال نمیشه. چرا اعمال نمیشه؟ به خاطر همون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم. بریم توی تنظیمات. ببخشید، ببینید من گفتم این
قسمت پرایوریتی داره. من اینو گذاشتم اینجا. جنرال وقتی اینجا باشه، تو جنرال تعریف کردم همه اینا بر اساس اون شماره گذاری که من گفتم 302 ردیف کانت انجام میشه. خب پرایوریتی این بالاتره دیگه، به خاطر همه چیز بعد از این شامل میشه. اینو باید یه دونه ردیف بیارم بالاتر. حالا این دفعه اوکی میکنم، اوکی رو میزنم. ببینید ستایی که اینجا هست شد 0 ولت. حالا این میخواد تا 10 تا صفحه اونورتر هم استفاده بشه، باز هم همین 0 ولت. حالا بچه واسه این شماره گذاری ما نکته های زیادی داریم. این که چه چیزی رو من نیاز دارم شما باید تمرین کنید. اصول رو که متوجه بشین بر اساس اون اصول به مرور یاد میگیرین که چه فرمول هایی رو بتونید بسازین. باز من اینجا اینا رو پاک میکنم. اینو پاک نکردیم، این چون پتانسیال اصلا فرق داره دیگه، با کانکشن که نیستش، به خاطر این اینو پاک نمیکنم. این پتانسیال اونجا هم که ما رفتیم تعریف کردیم پتانسیال رو تعریف کردیم. باز من میتونم چیکار کنم، بیام اینجا تمام اینا رو بزنم. پلیس رو اول بزنم، اینتر رو بزنم. GNDA باز الان کار خاصی انجام نمیده. جنرال اینا هم که خب چیزایی که میشه تعریف کنید دیگه. مثلا باستی که منوال ست داره، کل پروژه رو بخواد شماره گذاری کنه. این فیلترهایی هستش که حالا جلوتر میشه در باید صحبت کرد. توی این قسمت جنرال شما میتونید حالا هر تعریفی که خواستین اینجا انجام بدین. مثلا بیاین من یه دونه چیز اینجا نشون بدم. ببینید اینجا من رو از اینجا آوردم. میتونم بیام مثلا تعریف کنم، بگم شماره من بر اساس پیج باشه، پیج کالم رو from source from target. اینو میتونم بالا پایین کنم. این باز اون تنظیمات رو داره. اینجا باز من میتونم کانتم و تنظیماتش رو بالا پایین کنم. مثلا بگم تعداد کانتم یه دونه صفر نباشه، دیجیتش بشه 2 تا، مثلا 2 صفر باشه، 3 تا، 3 صفر باشه. بعد خب اینا هم که دیگه مشخصه، یعنی یه معنیشو که بفهمیم میتونیم این فیلترها رو هم اینجا اعمال کنیم. چه میکنیم؟ اوکی. چه اتفاقی افتاد؟ خب من قبلش گفته بودم شماره که میاد اینجوری باشه دیگه، شماره یه ردیف رو بیاره. ردیف من 310 بود دیگه، 310 کانت کن. من اومدم پیجم اضافه کردم. پیج من شماره چنده؟ 302. بعدی میشه 302 شماره ردیف، 310 شماره ردیف، بعدی میشه کانت. نه خب اینو نمیخوام دیگه، اینو میتونم دوباره برم اونجا حذفش کنم. اینجا این پیج رو از اینجا دیلیت کنم. حالا باز اینجا میتونی شما مثلا بیان این سه تا تیک رو هم انتخاب کنید که اینا روی چه قسمت دیگه اعمال شه. روی ترمینال این شماره گذاری اعمال شه، روی اینتراپشن پوینت ها اعمال شه، روی باندل ها اعمال شه.
من فعلا گذاشتم روی ترمینال ها که جنرال من رو ترمینال هم اعمال بشه. چه اتفاقی میفته؟ اینجا اینو شماره گذاری کرد، اینو میارم نگاه کنید اینجا روی دزیگنیشن این اعمال شد اون شماره که اینم یه مدل شماره. حالا بچه‌ها این شماره گذاری و اینا کار کردن با نرم افزار آره خیلی آیتم مهمیه، ولی مهمتر از این آیتم من بارها خدمتتون عرض کردم، باز همین رو این نکته رو میخوام خدمت شما عرض کنم. طراحی مدار خیلی مهمه و طراحی مدار هم با تجربه، با خوندن یه سری کتاب ها، با یه سری آموزش ها به دست میاد. آموزش هم اینجوریه، یه سری اصول اولیه رو بهتون میگه. خب بالاخره هر کتابی، هر ویدیویی، هر آدمی یه سری چیزا رو بلده، یه سری حالا معلوماتش کامل نیست. اون تو فیلد خودش قویه، شما باید تو فیلد خودتون تا جایی که میتونید تجربه به دست بیارین. طراحی مدار رو یاد بگیرین. طراحی مدار خیلی مهمه. شما اگر این نرم افزار که دنیای بزرگی داره رو کامل یاد بگیریم 50% کل موضوع رو تونستین به دست بیاریم. 50% دیگهش میشه همون طراحی مدار. یعنی اگه اونو بلد نباشین که باز کاری ازتون برنمیاد. اگه درست مدار رو طراحی نکنید فاجعه به بار میاد. مثال بزنم خدمتتون که حرف من رو بهتر عمیق‌تر درک کنید. من این قلم جادویی رو بکشم بیرون دوباره. این بالا ببینید بچه ها، مثلا دارم درباره طراحی مدار صحبت میکنم. درباره چی صحبت میکنم؟ ببینید بچه ها، یه سری جاها اگر اشتباه طراحی کنید، اگر اشتباه تابلو مونتاژ بشه، اگر درست برنامه نویسی نکنین، اگر نتونید درست کار مانیتورینگ رو انجام بدین، اگر نتونید یه سرور وی اف تی رو درست تنظیم کنید، یه جایی یه اتفاقی خدای نکرده میفته. علاوه بر این که باید جوابگو باشین، نهایت این کار از دست میدین. منتها احتمال داره اون اتفاق جون یه آدم رو بگیره یا باعث حوادث بد دیگه ای بشه، اینکه دست یه کارگر قطع بشه خدای نکرده. مثال بزنم، مثلا یه دونه پرس هستش اینجا، من یه دونه شیر هیدرولیک دارم، این شیریه که داره فشار روغن رو وارد این رام میکنه. اینجا هم یه حالا میز پرس هست، یه سری محصول اینجا داره وارد میشه، یه کارگری هم اینجا هستش که داره این ورق ها رو زیر این پرس میذاره و هر سری که این عمل پرسکاری انجام میشه نیاز هست دوباره یه شستی رو اینجا فشار بده، دوباره ورق رو بذاره، یه پرس دیگه اتفاق. زمانی که برنامه نویس با استفاده از سنسورهایی که اینجا قرار میده، خطکش هایی که تو مدار میاد، سنسورهای نوری، پرده نوری که اینجا میذاره، یه برنامه مینویسه که هر زمانی که کارگر این دوتا شستی رو یه دونه شستی رو فشار داد، یه بار اتوماتیک این رام پرس بیاد پایین بره بالا توقف کنه. این فشار از کجا داره وارد میشه؟ از این شیر، از این سولنوید valve. حالا این که من برنامه رو جوری بنویسم که این رام پرس بعد از هر بار پرس کردن این بالا متوقف بشه، به خیلی چیزا بستگی داره.
اولین و مهمترین چیز اینه که من مدار رو درست طراحی کنم. دومیش میشه PLC و برنامه نویسی. ببینید بچه جای مهم من باید جوری طراحی انجام بدم که حتی اگه برنامه نویس خواست خطا بکنه نتونه، که باز جلو دربارش صحبت میکنم. یعنی ما سیفتی رو به دو صورت اعمال میکنیم، یکی به صورت هاردور هستش، یکی هم به صورت سافت هستش، یعنی همون برنامه. حالا الان من یه نکته اینجا بگم، مثلا الان این شیر من یه شیر 24 ولت دی سی هستش، اینجا پتانسیال من هستش 24 ولت دی سی. من اینجا یه دونه فیوز دارم میام پایین تر، یه دونه رله دارم میام پایین تر، یه دونه شیر برقی دارم. در پاکش کنم فاصلش درست کنم. اینم نماد شیر من توی استاندارد آیسی. این فیوز من اینجا، هم که رله من هستش. چجوری این شیر فرمان میگیره؟ از طریق این رله. این رله از کجا قطع و وصل میشه؟ از طریق یه دونه PLC که من اینجا دارم. این PLC منه، دو تا شاسی دارم، یه دونه استوپ، یه دونه استارت، یه دونه استاپ، که خروجی من یکیشم وصله به یه دونه رله، یه رله 24 ولت دی سی. نه رله من اینم سولنوید برداره که همین شیر هستش. هر زمانی که این، حالا دو تا شاسی بود دیگه، من میگم دو شاسی هست چون اینجا دو تا پوش باتن داره. هر زمان این دوتا رو تحریک کردم، حالا خود این قسمت چندین مدل طراحی داره، باز که الان جلوتر دربارش میگم که تو به مرور زمان چه چیزایی رو میبینی، چه فیدبک هایی میگیری که بتونی اون خطاها رو از بین ببری. هر زمان این دوتا شستی فشرده شد، این رله میگیره، این تیغه میچسبه. فیوز منم که داره تو حالت عادی گرفته یکه، جریان از اینجا میاد وصل میشه به این شیر برقی من و رام پرس میاد پایین میره بالا. حالا این رام پرس به جز این شیر چند تا شیر دیگه داره، یه سری تجهیزات سیفی داره که باز جلوی اتفاقات رو میتونه بگیره. حالا چه اتفاقی میفته که میتونه خطرساز باشه؟ ببینید بچه، این شیر برقی اگه DC باشه، این شیرهای برقی خاصیت سلفی داره، یعنی جریان تو خودش انباشته میشه. زمانی که این مدار وصل شده، شیر برقی گرفته، فشار داره میاد به این قطعه، من استوب میزنم، این باید بره بالا. این شیر برقی باید قطع شه. از کجا؟ از این رله. یعنی PLC باید فرمان قطع رو اینجا صادر کنه، اینجا بدون برق بشه. بدون برق یعنی چی؟ یعنی این تیغه نرمالی باز من به حالت اولیه خودش باز در بیاد، این دیگه دوباره کار نکنه بیاد پایین. این میتونه با یه تایمری، با یه تحریک کننده‌ای، با هر چیزی میتونه کار کنه. کارگر دستشو گذاشته اینجا به خیال خودش که این بالا میمونه. منتها چه اتفاقی میفته؟ زمانی که من فرمان قطع میدم،
جریان میخواد به سمت مدار باز فرار کنه. یعنی الان کجا باز میشه؟ این قسمت باز میشه. جریانی که انباشته شده اینجا با یه سرعت بالایی میخواد از اینجا خودش رو فراری بده. اینجا یه آرکی به وجود میاد. احتمال داره مثل یه دونه خالجوش عمل کنه. این قسمت تیغه من خال بخوره بچسبه. حالا بچسبه فرمان قطع داده، برنامه نیست بنده خدا اینجا خوب عمل کرده، فرمان قطع داده برای این وار داده. این برمیگرده چون این کارگر در خطر میفته. خب چجوری این از بین ببرم؟ اگه این فیوز پرید چجوری بفهمم این فیوز پریده؟ میتونم اولین کاری که میکنم قبل از اینکه به اینجا برسم یه دونه فیدبک، یه دونه تیغه کمکی برای این فیوز بذارم، یه 24 اینجا بهش بدم، اینم بره به PLC. یعنی اینجا این میاد توی یه دونه ورودی دیگه. اگه این پرید من دقیقا توی PLC میفهمم که فیوز فلان عمل کرده، جریان کشیده، این پرید. این آرک از چجوری از بین ببرم؟ دو حالت داره. اگه DC استفاده کرده باشم میتونم یه دونه دیود رو به صورت معکوس اینجا بذارم. حالا زمانی که من فرمان قطع میدم، این جریانی که اینجا انباشته شده این دفعه مسیر خودش رو به این صورت از توی این دیود انتخاب میکنه، اینقدر میچرخه تا به صورت جریانی که انباشته شده به صورت گرما دمپش رو از بین بره. حالا واسه حالت DC اگر اینجا مدار من یه رله داشتم که AC بود، خواستم این کار رو براش انجام بدم، میتونم بیام یه دونه خازن رو با یه دونه مقاومت اینجا بذارم که تو اینترنت سرچ کنید با توجه به جریانی که این کویل میکشه تمام اینا رو میتونید محاسبه کنید. تو بچه یه ذره دیگه بگردیم دیگه. الان من اینو میگم دوباره سوال نشه که آقا این چجوری محاسبه میشه. من الان بحثم این محاسبه نیست دیگه. همه چیز واقعا به راحتی آماده نمیشه که من الان شاید برای همین نکته شاید 6 ماه زمان برده من اینو فهمیدم. برای همین نکته 6 ماه زمان برده فهمیدم. یه جایی واقعا باید خودمون تلاش کنیم بتونیم به اون جوابی که میخوایم برسیم. حالا این AC باشه، این دفعه جریان تنبله، همیشه به ساده ترین مسیری که میتونه دسترسی پیدا کنه میره. این دفعه اون انباشتگی جریان که تو حالت AC هستش این دفعه به سمت این خازن میره. تایم رو ببینم چقدر شده رفت کرد. بخش ویدیو هم طولانی شده، نمیخواستم اونقدر طولانی بشه. ولی خازن با سرعت بیشتری از باز شدن کنتاکت ها شارژ میشه، به خاطر همین دفعه مسیر به سمت خازن میره. مقاومت هم که به محدود کننده جریان عمل میکنه. زمانی که تیغه میخواد اینجا وصل بشه اون جریان هجومی رو از بین میبره. حالا ما معمولا تو مدارهای کنترلی از DC استفاده میکنیم، از AC هم استفاده کردیم و تو گروه همون منوال رو گذاشتم که زیمنز توضیح داده چجوری میتونید اینا رو از بین ببریم. این قسمت. حالا باز آیا میتونیم جلوی اینو بگیریم؟ این عملا بچه مثلا تابلوها رو میخواستیم این جرقه رو ببینیم، نور تابلو رو مثلا لامپ رو خاموش کنید، نور رو کم کنید، قشنگ این ژله ها رو که قطع و وصل میکنید قشنگ این جرقه رو میبینید. بارها شده من خودم رفتم ماموریت گفتن ژله کار نمیکنه، یه شیر قطع و وصل نمیکنه به خاطر اینی که اینا خال زده. حالا یه جای دیگه خیلی مهمه، باز با توجه به این شرایطی که استفاده شده باز این اتفاق میفته، یا رله اصلا قطع و وصل نمیشه، رله خودش خراب شده. یه جایی شما از رله مکانیکی استفاده میکنید، یه جایی باید از رله مثلا الکترونیکی استفاده کنید. خود این رله جنس‌های مختلف داره، از رله عهمی استفاده کنم توی طراحی یا از رله مقاومتی استفاده کنم توی طراحی.
خب اینم الان رله اگه تک پل باشه 6 آمپر جریان رو تیغش تحمل میکنه، اگه دو پل باشه 8 آمپر. این بس برای سینگله، این برای دوبله. حالا باز این خط من خیلی برام مهمه، من اینجا بکشم چون مشروع شد. همه اینا رو گذاشتم، باز این میچسبه. چجوری بفهمم اینو؟ فیدبک اینو من چجوری بگیرم؟ باز من میتونم بیام اگه خیلی برام مهم بود یه دونه اینجا سیتی بذارم، جریان رو هم اینجا توی برنامه داشته باشم. اگه من استوب کنم یه دونه مثلا میتونم کارت ای آی یه دونه کانال رو براش اختصاص بدم. وقتی من قطع میکنم باید جریان از بین بره. اگه اینجا جریان بودش یعنی اینکه این چسبونده. انقدر شما باید فکر کنید که چه عواملی میتونه خطا رو به وجود بیاره، من جلو اونو بگیرم. خیلی جا ما دستگاه وصل کردیم، جای مختلف رفتیم به اون فیدبک دادن سنسوری که اینجا گذاشتی مثلا این سنسور تو حرارت بالا کار نمیکنه، یا پروژه داشتیم توی مثلا پروژه تلسکوپ بوده، قله کو بوده، خب دمای هوا تو 10 ماه سال صفر و زیر صفر، -30 -25. خب خیلی از این تجهیزات تو -20 کار نمیکنن، -15 کار نمیکنن. باید اینا حواسمون باشه. یا سنسورهایی که ما استفاده میکنیم اگه بخواد توی یه دونه قسمتی باشه که تو کوره داره استفاده میشه یا جایی که گرمای بالا داره، باید حواسمون باشه از سنسور خاص استفاده کنیم. اینکه واسهش یه دونه مثلا شیلد بذاریم که گرما بخوره به این. یا من رفتم یه جایی کلید این چیزی بود که خودم دیدم، برای اینکه بتونن سیستم رو دور بزنن کنتاکتور رو با یه سیم آورده بود بیرون. کنتاکتور من اگر این شکلیه، 3 تا ورودی 3 تا خروجی، این بوبینش که اینجا قرار داره با سیم آوردن بیرون، با پیشگوشتی اینو فشار میدن که بتونن حالا یه سری کارا بکنن. یه سری چه میدونم کارفرما گفته اگر ساعتی اینقدر تولید کنید اینقدر بهتون بیشتر میدن، یعنی حاضرن یه سری خطرات رو انجام بدن که بتونن. حالا درباره اون خیلی صحبت نمیکنم. من باید یه جوری یه جایی موتور رو طراحی کنم، بگم تو برنامه نویسیم یه کنتاکت بالا سر این بذارم، یه جایی که اصلا کارگر نمیدونه این کنتاکتور واسه چی یه خط بالاتر استفاده شده. بگم اگر این کنتاکت کار کرد بدون اینکه من کویل این رو تحریک کرده باشم، کویل این یه جا تحریک شده دیگه، A1 و A2، من از این فیدبک هم میگیرم شماره 13 و 14. اگه 13 و 14 که رفته توی PLC فیدبکش 1 بشه، اینجا من این فیدبک رو داشته باشم ولی 60 استارت زده نشده باشه، اینو یه دونه ارور ببینه توی برنامه، این یه کیوی روشن شه اینو یه ارور ببینه، این ارور کنتاکتور بالای خط خاموش کنه. مثلا کارگر نمیفهمه از کجا خاموش شده. همه جوره باید سنسور، برنامه، قسمت فیزیکی، قسمت سافتور جوری کامل طراحی بشه که هیچ خطایی، هیچ خطری جان یک انسان رو تهدید نکنه. حالا این نکته هایی که میگم یه روزه به دست میاد، با کتاب به دست میاد؟ نه، با تجربه به دست میاد. من اوایل کار فقط کنار مهندسین قدیمی تر میرفتم، فقط نگاه میکردم این خطا از کجا اومده. یه جایی میرفتیم همه چی درست بود، چند دقیقه دستگاه کار میکرد، چند دقیقه کار نمیکرد. بعد فهمیدیم که ترمینال ها به مرور زمان بر اثر شوک مکانیکی پیچشون شل شده. این سیمه توی ترمیناله، سیمه اومده اینجا،
ولی اینجا پیچ به مرور زمان شل شده، سیم قطع و وصل میشه. این که چه ترمینالی اینجا درست استفاده کنم یا یه نوتی بذارم آقا این ترمینال میتونه شل بشه، مطمئن باش که مثلا این پیچ سفت همیشه. حواسمون باید به این داستان ها کامل باشه. به خاطر همینه که میگم بچه اول کار باید کارآموزی داشته باشیم، باید بریم با حقوق پایین کار کنیم، باید فنی حرفه‌ای بریم یه دوره رو تو فنی حرفه‌ای بگذرونیم و از همه اینا مهمتر اینه که یه سری کارها رو انجام بدم که تواناییم افزایش پیدا کنه. چیکار کنم؟ انگلیسیم رو قوی کنم. چرا خیلی از بچه‌هایی که خارج از کشور کار میکنن اطلاعات بیشتری دارن، تو ایران کار میکنن اطلاعاتشون نسبت به بقیه بیشتره؟ چون انگلیسی خوبی دارن، تمام منوال ها رو میتونن بخونن، وان نمیستن یکی بیاد یه ویدیو آموزشی بسازه بعد اون کار کنه، اون فارسی اونو ببینه بره اون دستگاه رو ببنده. منوال خونی رو یاد میگیره. الان منوال خونی بلد نباشین، شما بیاین یه دونه استانداردی رو بخواین یاد بگیریم بهتون میگن یه استاندارد 1000 صفحه، برو مثلا سایز سیم رو از توش پیدا کن. آیا من از صفحه 0 باید شروع کنم برم جلو برسم به صفحه 1000 ببینم کدوم رو باید بخونم؟ نه، باید یاد بگیرم چی سرچ کنم. بگم وایر سایز، بگم کنداکتر سایز، این میشه اون اصول. پس این خودش از همه مهمتر. چجوری یاد بگیرم کار رو جلو ببرم؟ من زمان نوجوانی میرفتم توی کارگاهی کار میکردم، به هم میگفت ستاره مثلث اینو ببند. انقدر بسته بودم فقط میبستم، مثلا نمیفهمیدم این ستاره مثلث چیه ولی از همه زودتر میبستم. بعد رفتم فنی حرفه‌ای یه ذره اطلاعات گرفتم، اومدم دانشگاه رفتم کارآموزی یه سری چیزا یاد گرفتم، یه ذره بس تخصصی شد من میفهمیدم چه اتفاقی داره میفته، بقیه نمیفهمیدن چون کارآموزی نداشتن، چون نرفته بودن که به صورت فیزیکی اون رو ببندن. سر کار کارآموزی 6 ماه پول نگرفتم. خب آیا باید میگفتم که بالاترین حقوق رو بگیرم؟ تا 2 سال اول پایین ترین حقوق رو میگرفتم. اطلاعاتم فکر میکردم زیاد نبود، چون تمام بود یه نرم افزار رو ندیده بودم. نقشه خوانی رو یاد گرفتم، وقتی میرفتم توی شرکت دستگاهی که میومد نقشه ها رو نگاه میکردم. به مرور زمان نقشه کشی رو یاد گرفتم، به مرور زمان عیبیابی رو یاد گرفتم. این عیبیابی باعث میشه که شما بتونید نقشه های بهتری بکشید. پس اینجا نقشه خوانی رو باید داشته باشیم، نقشه کشی رو باید داشته باشیم، عیبیابی رو باید بلد باشیم. بعدش باید یه سری دستگاه رو یاد بگیریم، مثلا سافت رو باید یاد بگیریم، VFD رو باید یاد بگیریم، سرور رو باید یاد بگیریم. به مرور میریم توی PLC. چه PLC ها رو یاد بگیریم؟ از یه PLC ساده‌ای که تو بازار ایران خیلی استفاده داره، دلتا، زیمنس، که خیلی از پروژه ها با این جلو میره. من خودم هیچ وقت اینو دنبالش نرفتم، همیشه میدونستم من با این کار نمیکنم. خب شما با این کار میکنید دنبالش باید برید. من وسط های کار رفتم الان بردی یاد گرفتم، چون هدفم معلوم بود چی کار میخوام بکنم. خب شما باید اینو انتخاب کنید. بعد اجتماع یاد بگیرید، بعد بیاین مانیتورینگ رو یاد بگیرید، میشه اون اسکیلا. خب
خب به مرور اینا رو باید یاد بگیریم. حالا اینکه یاد بگیریم و اینکه چقدر عمقی اینا یاد بگیریم، یاد گرفتن این میشه کلاس، دوره، 1 سال 2 سال. خب این میتونه شما رو به کار برسونه، این خیلی مهمه، این به کار برسه. یاد گرفتن این با حقوق بالا به عنوان یه آدم اکسپرت میشه 7 سال 10 سال. اینجا حقوقی که دیگه دارید میگیرید، تلاشی که کردین خودشون نشون میده 10 برابر این دیگه دارید پول میگیرید. و اینکه باور داشته باشیم که ما میتونیم یه کاری رو انجام بدیم. بچه‌ها من زمانی که یه دستگاهی رو بخوام ران کنم، اولین کاری که میکنم میرم منالای اونو نگاه میکنم. اولین کاری که میکنم این نیست که برم CD آموزشی اونو بخرم. اگه شرکت یه جایی هزینه کنه میرم اونم یاد میگیرم. شرکت هزینه نکنه میبینم میارزه که من بخوام برم خودم هزینه کنم. پس این نکته ها خیلی جاها مهمتره. PLC رو خوب یاد بگیرید بچه ها. VFD رو خوب یاد بگیرید. نقشه خوانی و نکات مربوط. چطوری من یه امرجنسی طراحی بکنم که این امرجنسی زمانی که زده شد فقط یه سری تجهیزات رو قطع بکنه. این خیلی مهمه. چه محاسباتی انجام بدم که کلیدهای حفاظتی من درست کار کنه. خیلی جا من متوجه شدم اشتباهاتی که خودم هم انجام دادم. کلیدهای حفاظتی ما اصلا کار نمیکنه به خاطر اینکه اوور گرفته شده، یا همش میپره به خاطر اینکه خیلی لب به لب محاسبه شده، یا مثلا طرف اومده کلید کنترل فاز مثلا اشنایدر گذاشته جایی که نوسان برق به شدت. خب بابا این خیلی حساسه، این مدل نباید بذاری. یه جا باید بیای چه میدونم شیوا امواج بذاری، یه جا باید بیای سری پایینتر اینو استفاده کنی، یه جا روی پریزت باید حواست باشه بنویسی که این پریز برای چه مصرفی استفاده داره، فقط برای شارژ لپتاپ مثلا. طرف نیاد اینجا دستگاه جوش رو بس کنه پدر صاحب تابلو رو در بیاره. توی برنامه من چه برنامه بنویسم که وقتی از اینجا رفتم نفر بعدی بتونه این رو ایبیابی کنه. من الان تو قرارداد برنامه نویسیایی که دارم عنوان میکنم به چه زبانی نوشته بشه، لدر باشه، پسورد بذاریم یا نذاریم، حتما یه جلسه توضیح بدن که این برنامه برای چی نوشته شده، تمام کامنت ها روی اون برنامه نوشته بشه. یه برنامه نیاد 500 تا خط هیچ کامنتی نداره مثلا نفهمم اینجا چه اتفاقی داره میفته. بخوایم صحبت کنیم خب زمان زیاد میبره. همین الان 1 ساعت و 20 دقیقه شد. امیدوارم بچه ها این ویدیو براتون مفید واقع بشه و بتونم وقت آزاد پیدا کنم براتون ویدیو آموزشی بیشتری رو اینجا قرار بدم. کوچیک همین شما علی کنشلو.